سلام. امروز اینجا هستم که قانون جدید اخذ چالش مایزین برای افرادی که به ترکیه مهاجرت میکنن و یا اینکه در ترکیه زندگی میکنن رو خدمتون توضیح بدم. در گذشته قانون اینطور بود که هر شرکتی که تصمیم داشت افراد خارجی رو در شرکت خودش استخدام بکنه به ازای هر 5 نفر ترک باید 1 نفر خارجی رو استخدام میکرد. اما بر اساس قوانین جدیدی که جدیداً دولت ترکیه تصویب کرده و در واقع نوعی قانون حمایتی از مهاجران هست، این هست که به ازای هر 1 نفر ترک شرکت ها میتونن به ازای هر 1 نفر ترک 1 نفر خارجی رو استخدام بکنن، اما بر اساس یک سری از شرایط. در گذشته قوانین ترکیه یعنی قوانین اخذ چالش مایزین اینطور بود که اگر شرکتی تصمیم داشت 1 فرد خارجی رو استخدام بکنه حتما باید به ازای هر فرد خارجی 5 نفر ترک رو استخدام میکرد و بیمش رو پرداخت میکرد. اما بر اساس قوانین جدید اگر شرکتی بخواد 1 فرد خارجی رو استخدام بکنه به ازای هر 1 فرد خارجی باید 1 نفر ترک رو استخدام بکنه، اما اون فرد خارجی باید دارای یک سری شرایط باشه تا اون شرکت بتونه اون استخدام بکنه. از شرایطی که اون فرد باید دارا باشه این هستش که اون فرد در طی 5 سال گذشته و یا حداقل 3 سال گذشته اقامت ترکیه رو داشته باشه. یعنی فردی که جدیداً اومده مهاجرت کرده اقامت گرفته خیلی مستلزم این شرایط نیست و نمیتونه از این قانون بهره ببره و باید حداقل 3 سال گذشته رو در ترکیه زندگی کرده باشه و اقامت داشته باشه. حالا چرا اقامت رو اومدن گفتن که جزو شرایط هست؟ به دلیل اینکه دولت ترکیه اومد یک سری از اقامت‌ها رو کنسل کرد و افرادی مجبور شدن از ترکیه خارج بشن و در واقع دستچین کرد افرادی رو که در ترکیه قصد ادامه زندگی دارن. حالا اومده در واقع یه قانون حمایتی از این افراد رو داره اجرا میکنه که اگر شما سرمایه‌ای آوردید توی ترکیه 3 سال اینجا زندگی میکنید، دارید مالیات میدید، هزینه و مخارجتون اینجا هست، من میام از شما حمایت میکنم و به شما اینجا اجازه کار میدم. یعنی بر اساس قوانین جدید شرکت ها میتونن به راحتی 3 نفر فرد خارجی رو در صورتی که شرایطی رو که خدمتون توضیح دادم رو دارا باشن استخدام بکنه. ولی شاید شرکت هایی باشن که بیان بگن ما به 3 نفر بیشتر نیاز به پرسنل خارجی داریم و میخوایم استخدام بکنیم. در اون صورت شرکت هایی که میخوان پرسنل خارجی بیش از 3 نفر رو استخدام کنن خود اون شرکت ها باید دارای یک سری شرایط باشن تا قوانین بهشون اجازه استخدام پرسنل 3 نفر بیشتر و از فرد 4م به ازای هر 1 نفر 1 نفر ترک رو استخدام بکنن. الان بررسی میکنیم و توضیح میدیم شرایط شرکت هایی که میخوان 3 نفر بیشتر رو استخدام کنن، یعنی میخوان که پرسنل های خارجیشون 3 نفر بیشتر باشه. شرط اول این هستش که اون شرکت باید به دولت نشون بده که سود خالص فروش سالیانش بیشتر و یا بالاتر از 50 میلیون لیر در سال هست. چرا باید شرکت ها اگر میخوان پرسنل خارجی بیش از 3 نفر استخدام کنن باید دارای یک سری شرایط باشن؟ در گذشته قوانین بر این اساس بود که اگر شرکتی میومد اعلام میکرد که من میخوام 1 فرد خارجی رو استخدام کنم باید حتما میومد و اداره کار رو اینجا قانع میکرد. باید یک دیلکچه، یک توضیحات، یک نامه هست که به اداره کار میدن. توی اون دیلکچه باید میومد کامل توضیح میداد که چرا به این فرد خارجی در شرکتش نیاز داره و به جای استخدام 1 نفر ترک داره 1 نفر خارجی رو استخدام میکنه. باز هم یک موضوع دیگه این که در گذشته اگر که میخواستیم یه شرکتی میخواست 1 فرد خارجی رو استخدام کنه باید حتما حقوق 2 برابر بیشتر میداد. یعنی اگر 1 فرد ترک حقوقش به عنوان مثال 10,000 لیر هست باید به فرد خارجی 20,000 لیر میداد. خب در این صورت بیمه اون فرد هم بیشتر میشد. البته بعضی از شرکت ها و بعضی از شغل ها بسته به اینکه چه شغلی هست
از 2 برابر تا 6 برابر متفاوت بود اضافه شدن حقوقها. اگر شرکتی بتونه بیاد سود فروش سالیانش رو به دولت نشون بده با مدارک درست و بگه که سود فروش سالیانه من بالاتر از 50 میلیون لیر بوده، این مبلغ منهای کادوه هست، اون وقت میتونه به ازای هر 5 نفر ترک 5 نفر خارجی رو استخدام بکنه. حالا ما بعضی شرکت ها رو داریم که 1 سال هست که تأسیس شدن. اونا میان میگن که خب من میخوام از این قانون جدید به نفع خودم و شرکتم استفاده بکنم. دولت میپذیره، اما برای این شرکت هم یه سری قوانین و شروطی داره. مثلا میگه شما باید ادمیش سرمایه‌ات که میخوای به من نشون بدی 500,000 لیر باشه و یا بیشتر، و یا شما باید بیای به من بر طبق مدارک رسمی نشون بدی که سود فروش خالص شرکتت 80 میلیون لیر در سال بوده. و یا اینکه میاد میگه اوکی، اگر شرکت تازه تأسیس هستی و هیچ کدوم از این 2 مورد رو نمیتونی برای من اثبات بکنی، حداقل باید بیای به من نشون بدی که صادراتی که انجام دادی 150,000 دلار و یا بیشتر در طی 1 سال بوده. اگر اینها رو بتونه این شرکت نشون بده و ارائه بده به دولت، به ازای هر 5 نفر ترک میتونه 5 نفر خارجی رو استخدام بکنه. در واقع یکی از دلایل مهم تصویب این قانون جدید هم این هستش، به جز اینکه به افرادی که اینجا اقامت دارن دولت میخواد از اونها حمایت بکنه، این هست که میخواد بازار کار رو به روی خارجی ها باز بکنه و دولت ترکیه میخواد که جذب نیروی خارجی بکنه، ولی جذب نیروی متخصص مثل پزشکا، مثل پرستارها، افرادی که در زمینه‌های آیتی و هوش مصنوعی کار میکنن. در واقع الان دولت ترکیه نیاز داره به افرادی که بتونن در سطح تخصص‌های بالا بیان و اینجا ارائه خدمات بدن. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو با ما بودید. اگر سوالات حقوقی دارید در زمینه اخذ چالش مایزینی و یا اخذ اقامت و یا هر موضوع دیگه‌ای میتونید با ما در تماس باشید. وکلای مجرب ما پاسخگو هستند. مرسی.